اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که دارین دل میدید به برنامه خودتون و توی این ایام و این شبها و این لحظات در واقع مقابل تلویزیون نشستین و با چشمای زلال و مهربونتون یاد خدا رو همراهی میکنید. امیدوارم ما قابل باشیم اینجا برای شما خوب باشه، برنامه مفید باشه و به دلتون بنشینه. خیلی امید دارم این اتفاق بیفته چون استاد تحریری عزیز قدم به چشم من گذاشتن مثل هفته‌های گذشته. آقا سلام عرض کردیم، خیلی خیلی خوش آمدید. اعیاد گذشته تبریک، اعیاد آینده تبریک. پیش مخلص. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم اعیاد گذشته و این عید امروز رو که عید تولد نور چشمی امام حسین علیه السلام است، حضرت علی اکبر علیه السلام رو به شما و همه بینندگان عزیز و همه محبین و شیعیان در سرتاسر عالم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. زنده باشید، محبت دارید. خیلی ممنونم. امروز روز جوانم بود. به عنوان روز جوان توی تقویم ها نامگذاری کردن. انشالله که به یمن این روز اولا مبارک، مجدد مبارک همه جوان ها باشه مخصوصا، و به یمن این روز مبارک اتفاقات خوب برای همه جوانای دنیا مخصوصا جوانای مملکتمون باشه انشالله بیفته. خب ما سراپا گوشیم، از هر جایی که صلاح میدونید شروع بفرمایید. هر وقت سوالی پیش اومد اجازه دادین ما میپرسیم از محضر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین. خب به مناسبت این ایام و لیالی که ماه مبارک شعبان است و ماه سرور، انشالله این سرور در زندگی ما محبین ظهور و بروز پیدا بکنه که یکی از اون جنبه ها ارتباط با خدای متعال آرام بخشه و یکی از اعمال این ماه مبارک مناجات شعبانیه است که در روایت است که همه ائمه علیهم السلام با این مناجات انس داشتن و یکی از اون عبادت ها هم صلوات یومیه و شعبانیه است. هنگام زوال خونده میشه که هم فضائل گوناگونی برای اهل بیت علیهم السلام آمده که به هر حال بازگو کردن اون اعتقادات ولایی ماست که در قالب 5 صلوات ابعاد گوناگون اعتقاد ولایی ما گفته میشه، اظهار میشه و در پایان هم اون اعمال بسیار مطلوبی که به هر حال خوب است ما داشته باشیم، هم صیام رو توجه میده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ید ابو فی صیامه و قیامه، و هم به عبادت و هم به رسیدگی به ضعفا که اینجا باز ازش غفلت نشده که این هم در تعالیم قرآن و سنت است و هم در سیره نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام است. و ملاحظه میکنیم امام حسین سلام چه جایگاهی داشت. همین خلاصه رابطه رو با فرزندانش هم به هر حال داشت که به هر حال اون جلوه های امامت در فرزندانش که پذیرفته بودن جایگاه امامت رو ظهور پیدا کرده بود. امام سجاد علیه السلام که در برنامه قبل یک گوشه ای از فضائلشون رو عرض کردیم، به طور کامل جلوه امامت در وجودش تجلی کرد که به مقام بالای امامت نائل شد. حضرت علی اکبر علیه السلام به گونه دیگری. لذا وقتی که به میدان می رود 3 جمله امام حسین سلام بیان میکنه که خیلی
هر حال فضیلت داره که حتما تو این برنامه‌های صحبتی شده. قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، که این خودش به حال یه جلسه لااقل لازم داره توضیح داده بشه. و اون نکته‌ای که می‌خوایم در این برنامه انشالله داشته باشیم و از مسائل به هر حال مهم اخلاقی است، مسئله نصیحت کردن و نصیحت پذیریه. می‌بینیم که یکی از کارهای مهم انبیاء علیهم السلام نصیحت و دلسوزی نسبت به دیگران، خیرخواهی نسبت به مردم، که همون ارتباط قوی مردمی رو بیان میکنه. اصلا این وظیفشه، آیه‌ای که خوندم این رو بیان میکنه. و کار مهم ائمه علیهم السلام هم در مرحله اول همینه که الگوی تام مقام نبوت هستند. بعد مسائل دیگر، مسائل تعلیم و اینها هم سر جای خودش. بنابراین این نصیحت خیلی بهش ما سفارش شده ایم که فرمودند اگر در امتی مسئله نصیحت نباشه، این امت مورد توجه خدای متعال در حال قرار نمیگیره، مورد عنایت الهی قرار نمیگیره. چون به هر حال انسان اشتغالات مختلف داره دیگه. این اشتغالات مختلف یک غفلت هایی رو برای انسان میاره از اون مقصدش، از اون راه و روشش، از اون منش واقعیش. لذا باید مسئله خیرخواهی اون کسانی که به خیر رسیدند در زندگی شکل پیدا بکنه، در همه شؤون زندگی، در روابط خانوادگی، در روابط دوستانه، در روابط کاری. تو همه این روابط مسئله نصیحت اولین سخن رو میگه که وقتی انسان به یک خیری رسید سعی کنه که این خیر محدود نشه، این خیر رو به هر حال پخشش بکنه. درست. لذا به ما سفارشات زیادی در این رابطه فرمودند که فرقش با مشورت در واقع اینه. نوعا مشورت طرف مقابل میاد از انسان مسائلی که نیاز داره میپرسه، که نوعا هم در روابط اقتصادی و روابط مادیه. اما حیطه نصیحت خیلی وسیع تره. در مرحله اول نسبت به پیدا کردن خط و ربط زندگی است. بعد این خط و ربط زندگی سایش میاد تو فعالیت مادی که نصیحت گران واقعی این چنین هستن دیگه. لذا همه دعوت انبیاء علیهم السلام اعبدوا الله و در یه جمله اتقوا الله و در یه جمله اطیعونه، از من اطاعت. این به هر حال بالاترین نصیحت است که ما اگر خوب به آن توجه بکنیم به اون خیری که اونها رسیدن خواهیم رسید. خلاصه این معنای نصیحت اینه که ما واقعا خیر واقعی رو درک بکنیم، که طرف مقابل هم واقعا خیر واقعی ما رو درک کرده باشه. خیر واقعی انسان این است که ارتباط با خیر مطلق داشته باشه. خدای متعال که خیر مطلق است، الله خیر و ابقا. این کلام کیه؟ کلام سحره فرعون است که تا چند دقیقه پیش اینا مرید فرعون بودن، هی اظهار وجود میکردن برای خودنمایی به فرعون که در برابر حضرت موسی علیه السلام به هر حال
سحرشون رو بندازن، غلبه بکنن بر حضرت موسی علیه السلام. اما همین که حضرت فرمود شما اول بندازی، بعد که ایشون معجزه‌شون نشون داد به صورت انداختن عصا و اژدها شدن، همه اونها رو از بین برد. اونا فهمیدن چون دنبال واقعا خیر بودن. این پوششی اومده بوده در جانشون، اونها رو باد کرده بودن. و سحر هم واقعیتش این است که با تخیلات سر کار داره، مردم رو به تعبیری خیال پردازی میکنه، یک امر غیر واقعی رو واقعی نشون میده. و اولین کسی که به حال میداند و میفهمد که باطل خود ساحره. لذا اینا این کار رو کردن. بعدش هم دیگه محکم ایستادن، انا الی ربنا لمنقلبون، ما به طرف خدا دیگه میریم، ما دیگه خدایی شدیم. بعد این کلام الله خیر و ابقا. فرعون چقدر تهدیدشون کرد، تبعیدتون میکنم، دست و پاتون رو به طور مخالف چیز میکنم که درست نتونید حرکت بکنید، فعالیت بکنید، هر کاری میخواید بکنید. غرضم اینا به اون خیر واقعی رسیدن. این خیر پوشالی رو، نمایشی رو فهمیدن که نمایشه، این از خودش هم نمیتونه دفاع بکنه، چه میخواد از ما دفاع بکنه. بنابراین نصیحت، جایگاه نصیحت اینجاست که انبیاء علیهم السلام بالاترین به هر حال نصیحت رو داشتن که حالا ویژگی‌های دیگر رو انشالله خیلی ممنونم. داشتم فکر کردم خیلی وقتا ما خودمون نمیفهمیم، یعنی نمیدونیم، شاید درک نکنیم، تشخیص ندیم که خیر چیه، مثلا چی خیره برای ما. تو قرآن هم داریم و عسی ان تکرهوا شیئا و خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئا. اینه که چی خیری که از جانب قرآن و اهل بیت اومده باشه اونا برای معرفی خیالمون راحته دیگه. همین چند وقت پیش خیلی نگذشت ازش، توی هر روز تو ماه رجب میگفتیم اعتنی به مسئلتی یا جمیع خیر دنیا و جمیع خیر، یعنی واقعا میشه همه خیر دنیا و آخرت رو مال خود کرد، منتها در سایه پیروی از قرآن و امامان انشالله که برای هممون اتفاق بیفته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوش به حالمونی که ذره ذره، لحظه لحظه زندگیش زیر آفتاب قرآن و اهل بیت داره نور میگیره و راه رو از چاه تشخیص میده و کیف و لذتش هم میبره دیگه. یعنی اونی که زندگیشو، زوایای مختلف زندگیشو برای این اساس تنظیم میکنه، یه آرامشی، یه سکینه‌ای داره. مردان بزرگ خدا رو حالا گوش و کنار دیدیم، شنیدیم که چه آرامشی، چه طمأنینه‌ای، چه سکینه‌ای دارن، همه به خاطر اینه که نورانیتشون رو در واقع دارن از قرآن و امام دریافت میکنن که استاد همین مضمون رو دارن با کلام شیواشون میفرمایند، ما استفاده میکنیم. بله، به هر حال ملاک نصیحت که خیرخواهی از کردیم همینه. اگه این رو ما بهش دقت نکنیم ممکنه نصیحتگران قلابی بیان رهزن ما بشن. همونطور که شیطان آمد با تأکیداتی به حضرت آدم و حوا علیهم السلام گفت انی لکما لمن الناصحین. این یک غفلتی به نوعی عارض شد به ایشان، با اینکه خدای متعال فرمود لا یخرجنکم من الجنه، یخ نکنه این با ورودش شما رو از این سعادت نصیبتون شده باز بداره. اما یک غفلتی، خب خدای متعال کلامش صدقه، حقه، تو اینم شکی نکردن، تو این غفلت میاد. زندگانی این چنینه. لذا گفت انی لکما لمن الناصحین، من از نصیحت کنندگان. لذا باید، چون شیطان میخواست ما رو، حضرت آدم رو ببرونه به طور کلی از خدا که نتونست، و خدای متعال به هر حال از بهشت برزخی او رو به دنیا آورد که بعد فمن تبع هدای فلا یضل ولا یخشی، هدایت آمد و این هدایت گسترش پیدا کرد و نبوت ها و اینها چه به هر حال
فضائلی، اما به هر حال این مسئله هست. میگن یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی، واقعا لحظه هاست که میسازه. بله بله. و این لحظه، حالا من این ماجرای خوردن حضرت آدم از اون درخت میوه ممنوعه، حالا تو روایات گونه‌های مختلفی ذکر شده، کلیت ماجراشو که ابعاد خیلی مختلفی داره، شما هم دارین به لطافت میفرمایید. یه جور دیگه هم نگاه میکنم، میگم که یه وجه قضیه هم اینه که ببین خوردن مال حرام چه نتایجی به بار میاره. مال حرام میشه دیگه، چیزی که نباید سمتش رفت استفاده کرد بری استفاده کنیم، حرام بوده، ببین چه تبعاتی واسش. البته خب انبیاء علیهم السلام گرفتار گناه نیستن، این رو بهش میگن ترک اولا، که انجام ندادنش بهتر از انجام دادنش. قرار بوده که از اون استفاده نکنه، میل نکنه. وقت نتیجه انجام دادنش به زحمت افتادنه، این تشقا به زحمت افتادنه. آخه چه نتیجه‌ای که تو رو از اون بهشت خارج بکنه و بیاره تو. وقت زندگانی دنیا زندگانی مشقته. فرمود که ما دنیا رو با زحمت قرار دادیم. آیه‌اش حالا دقیقش تو ذهنم نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. بله فی کبد. منتها در پرتو این زحمت نتایج بالا نصیب ما میشه. یعنی اون قضای حتمی الهی این بود که زندگانی دنیا به پا بشه. اینم یه بالاخره باید یه بهانه‌ای میشه. غرضم اینه که ما توجه داشته باشیم همیشه گوش دادن به نصیحت چنین افرادی انسان رو در نتیجه به نجات نمیرسونه. آره که گفت من جزء ناصحینم و اینا. اون عنایت الهی شامل حضرت آدم علیه السلام شد. ما همواره باید گوش به نصیحت خدا و اون کسانی که از نایه خدای متعال مأمور به نصیحت هستند بدهیم. لذا فرمودن نصیحتگر باید اول آگاهی از خیر دیگران داشته باشه، چون ابتدا به سخن میکنه دیگه، نصیحت کننده ابتدا قبل از اینکه من مشورت بکنم، لذا باید خوب بصیرت داشته باشه، هم خیر منو بخواد و هم با یک بیان صحیحی اون رو بگه. دوم، نصیحت کنندگی کار انسان نشه. بعضی فقط کارشون نصیحت کردن، از خودشون غافل میشن. این هم خیلی مطلوب نیست. سوم اینکه نصیحت حتی الامکان جلوی دیگران نباشه. اگر یه عیبی رو انسان میخواد بگه، مگر اینکه مثلا به صورت کلی نصیحت انجام بشه. و گفتن اگر کسی نسبت به انسان حسادت داره، اون نصیحت ازش نمیاد. چون حسود میخواد بدی و طرفو میخواد، خوبیشی نمیخواد که نصیحت. شیطان هم همینطور بوده. لذا فرمودن یکی از گناهان اخلاقی شیطان حسادت بود. نمیتونست ببینه حضرت آدم علیه السلام از اون جایگاه برخوردار شده که ملائکه در برابرش سجده کردن، خودش هم مأمور به سجده بود که تمرد کرد. لذا خاص با این حرکتش او رو از این جایگاه بندازه. اینجاست که این حسادت اون گناه رو پیدا میکنه. شخص وارد عمل بشه و اون نعمت رو از اون محسود بگیره. البته خود این حالت نامطلوبه، انسان رو میسوزونه. حسود هی آتیش میگیره، باید این رو معالجه بکنه. اما تا وقتی که عملیاتی نشده، گناه به پای انسان نمینویسن. این نقشه نریزه برای گرفتن اون نعمت از اون شخص. خب نصیحتگر خلاصه یه حقوقی به عهده انسان میاره که امام سجاد علیه السلام میفهمند که اونی که ما نصیحتش میکنیم میفهمند که طوری بهش مطالب رو بگو که بفهمه، بتونه تحمل داشته باشه. گاهی ما در روابطمون ظرفیت افراد رو ملاحظه نمی کنیم. طرف میخواد فرزندش رو ادب بکنه تا یه بار سنگینی، یا مثلا شاگردش میبینی که خوب گوش میده، یه بار سنگینی از وظایف رو روش میندازه، میخواد
معلوماتش بالا ببره، یه دفعه زیر این بار میمونه، یا میخواد مسائل معنوی رو این پیش ببره، میگه این کارو بکن این کارو بکن، ظرف رو ملاحظه نمیکنه. لذا یکی از حقوقی که نصیحت شونده بر ناصح داره این است که باید ظرفیت او رو به هر حال در نظر بگیره و بعدش هم با نرمی سخن بگه، با تندی نگه، چون سخن نرم جان نشینه. تا جایی که خودمون دال به حضرت موسی و هارون فرمود که وقتی نزد فرعون میرید نصیحتشون میکنید قولا له قولا لینا، اون اونقدر زمخته بخوای یه دفعه با تندی بری اصلا همون اول میزنه ناکوت میکنه به تعبیری. با زبان لعله یتذکر، اول یتذکر رو بیان میکنه او یخشا، یا بترسه. به هر حال این ارتباطه باید به این صورت باشه که اول جنبه های تذکری باشه، تنبهی باشه در نصیحت، بعدش هم هشدار باشه. یعنی هشداره بعدش باشه، نه همش جنبه های مثبت رو بگه و نه اول جنبه های منفی رو بگه. لذا پیامبران نبی اکرم صلی الله علیه مبشر و نذیره، هم بشارت دهنده است هم ترساننده است. هر دو باید در مسئله دعوت و نصیحت باشه. در نصیحت یکی از علائمش همینه که اون چرا که انسان برای خودش میخواد برای دیگری هم بخواد. آره. فرمودن اینطوری باید باشه تا این نصیحت تأثیر بذاره. چون اینها در مسیر حق بودن و میخواستن حق پیاده بشه و در مسیر رحمت الهی بودن، میخواستن رحمت الهی منتشر بشه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. لذا این تأثیر رو داشت. اونی که تجاوزگره نمیخواد اون حد خودش رو درک بکنه، حد خودش رو مراعات بکنه، در واقع حق رو نمیخواد دنبال بکنه، حق پیاده بشه. حالا در همین زمینه حضرت علی اکبر علیه السلام این منطق بالا را داشت که وقتی که قافله داره میره یه حال چرت مانندی بر امام حسین السلام عارض میشه، انا لله و انا الیه راجعون، میگه همراه پدر بوده، امام حسین السلام بوده. سوال میکنه که پدر این کلام در جایی است که مصیبتی میخواد وارد بشه، آیا مصیبتی هست؟ حضرت میفرمایند که بله. یک منادی ندا داد تو اون حالت هم که این قافله میره و مرگ هم دنبالش. بعد اون منطقشون میفرمایند که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا، ما بر حق نیستیم. حضرت میفرمایند که بله. این همه نصیحت رو گرفته، چون امام حسین انسان مظهر تام حق تعالی است، میخواد فرزندش هم اینطوری باشه. اذن لا نبالی بالموت، ما دیگه باکی از مرگ. این منطق رو ما باید همواره زنده بکنیم، از حضرت علی اکبر علیه السلام انشاءالله درس بگیریم، در همه شؤون زندگی اون حق مطلب رو بفهمیم و دنبال بکنیم، خواهان باشیم و به دیگران برسانیم که این میشود نصیحت واقعی، منتها با اندازه های خاص خود. خیلی ممنونم استاد، خیلی استفاده کردیم و چقدر خوب شد که حسن ختام هم دوباره ذکر فضیلتی از جوان اول کربلا، فرزند ارشد امام حسین علیه السلام از علی اکبر سلام الله علیه شد. عواملی ندارین؟ التماس دعا دارم. زنده باشید. محتاجیم. همه بینندگانم التماس دعا دارم. محتاجیم به دعاتون. اجرتون با امام حسین علیه السلام. خیلی ممنون که برنامه خودتون رو تماشا کردید تا پایان. مبارک باشه ایام. جوانای عزیز ان شاءالله همیشه سرحال و قبراق باشین و در پناه قرآن و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.